به طور طبیعی واژن مایع شفافی از خودش ترشح میکنه که باعث لغزنده شدن و مرطوب شدن محیطش میشه. این مایع یه لایه نازکی در دیواره واژن به وجود میاره که به کمک استروژن باعث ایجاد یه لایه محافظتی سالم و ضخیم با قابلیت ارتجاعی میشه. رطوبت واژن تاثیر زیادی در رابطه جنسی داره و نبودن این رطوبت باعث درد و ناراحتی در هنگام رابطه میشه. یکی از شکایات زنان بعد از دوران یائسگی، همون سنی که دیگه پریودی اتفاق نمیفته، خشکی واژنه. اما در بعضی مواقع ممکنه قبل دوره یائسگی بعضی خانم ها هم دچار خشکی واژن بشن. خشکی واژن در خیلی از موارد با خارش، سوزش و درد در رابطه جنسی همراهه و یه مسئله اذیت کننده ایه. امروزه درمان خشکی واژن به روش‌های مختلفی قابل اجراست. برای دونستن علت، علائم و درمان خشکی واژن ما رو تا انتهای ویدیو همراهی کنید. خشکی واژن به معنی نازک شدن دیواره واژن و ملتهب شدن اون در اثر کاهش استروژن یا در اثر یک سری از عفونت‌ها و بیماری هاست. هورمون استروژن در ایجاد چرخه قاعدگی و باروری تاثیر داره. وظیفه‌اش هم رشد یک سری از اندام‌های زنان مثل سینه هاست. این هورمون معمولاً با افزایش سن و بروز یائسگی تولیدش کم میشه و باعث خشکی واژن میشه. با کاهش استروژن واژن حالت سفتی و رطوبتش رو از دست میده و دیواره واژن نازک و خشک میشه و در نتیجه اون حالت کشسانی و الاستیکیش رو از دست میده و گاهی هم با تغییر رنگ مواجه میشه. اما علتهایی که باعث خشکی واژن میشه، یکیش کاهش هورمون استروژنه که همیشه هم به خاطر یائسگی اتفاق نمیفته. ممکن دلایلی داشته باشه مثل سرطان، شیمی درمانی، رادیوتراپی و مصرف بعضی از داروها مثل داروهای ضد افسردگی، دیفنهیدرامین. یه دلیل دیگه مصرف بیش از حد الکل و دخانیات هستش. استرس بیش از حد هم باعث خشکی واژن میشه. بیماری شوگر یه بیماری خودایمنی هستش که باعث از بین رفتن سلول‌های خودی میشه و در نتیجه باعث خشکی تمام مخاط مثل چشم، لب، دهان و در نهایت خشکی واژن میشه. آلرژی و حساسیت هم یکی از دلایلی هست که باعث خشکی واژن میشه. استفاده از دوش واژینا و شستن واژن با مواد شوینده یکی دیگه از دلایلی هستش که باعث خشکی واژن میشه. شیردهی زایمان هم از دلایل خشکی واژنه که معمولا در زمان شیردهی سطح استروژن کاهش پیدا میکنه، یعنی باعث خشکی واژن میشه که با توقف شیردهی شرایط به حالت عادی خودش برمیگرده. هر عاملی که باعث از کار افتادن و خروج تخمدان‌ها از بدن بشه باعث خشکی واژن میشه که یکی از دلایل برداشتن تخمدان‌ها سرطان و شیمی درمانیه. یائسگی هم یکی دیگه از دلایل عمده خشکی واژنه. علائم خشکی واژن خارش و سوزش، التهاب واژن، داشتن درد و خونریزی در هنگام رابطه هستش، عفونت زنان، ترشحات غیر طبیعی، تکرر ادرار، زخم شدن دهانه واژن، احساس تنگ شدن دهانه واژن، عفونت مجرای ادراری، کاهش میل جنسی و سرد مزاجیه. هر عارضه غیر طبیعی میتونه یک هشداری برای خشکی واژن باشه و در صورت بروز هر کدوم از این علائم به پزشک مراجعه کنید. اگر این ویدیو براتون مفید بوده لطفاً برای حمایت لایک کنید. برای درمان خشکی واژن روش‌های مختلفی وجود داره. اولین روش درمانش استفاده از ژل‌های لوبریکات یا مرطوب کننده است که اولین و ساده ترین روش درمانه که باعث میشه که در حین مقاربت احساس درد و سوزش نداشته باشی. این ژل ها بر 3 پایه هستن: بر پایه آب، روغنی، سیلیکونی که اولویت اول بر پایه آب هستش و در مرحله دوم سیلیکونی و در نهایت روغنی هستش که خیلی توصیه نمیشه.
دومین روش روان کننده های طبیعی هستش که از روغن های طبیعی مثل نارگیل، زیتون، بادوم، آووکادو، کنجد میتونه استفاده کنید به شرط اینکه کاملا طبیعی باشه و مواد افزودنی استفاده نشده باشه. اگر از ژل های بر پایه روغن یا روغن های طبیعی بخواید استفاده کنید چندان توصیه نمیشه و میتونه به کاندومتون هم آسیب برسونه. معطوف کننده های واژن معمولا باعث میشه که بافت واژن و دیواره واژن رطوبت خودش رو حفظ کنه و معمولا 3 بار در هفته هم استفاده میشه. زمانی هم که میخواید معطوف کننده بخرید توجه کنید که معطوف کننده بخرید نه روان کننده. روان کننده ها بیشتر در حین رابطه استفاده میشه و توجه کنید که معطوف کننده ها و لوسیون های دست و صورت و بدن رو برای واژن استفاده نکنید. سومین روش درمان استروواژن هستش که مؤثرترین روش درمانیه. زمانی که بدن خودش نمیتونه استروژنش رو تولید کنه یا تولیدش کاهش پیدا کرده میتونه به بدن کمک کنه. زمانی که برای درمان از استروژن واژن استفاده میکنیم معمولا 1 الی 3 هفته نتایجش رو میبینیم. این روش باعث افزایش ترشحات واژن میشه و سطح pH رو متعادل میکنه. ضخامت و ارتجاعی بودن بافت واژن رو هم افزایش میده. از 3 طریق میتونیم استروژن واژینا رو دریافت کنیم که روش اولش حلقه استرینگ، یک حلقه نرم و منعطف که 3 ماه 1 بار تعویض میشه. این حلقه توسط پزشک داخل واژن قرار گرفته میشه و استفاده از اون به جریان مداوم استروژن کمک میکنه. روش دوم قرص واژیفومه که این قرص در 2 هفته اول هر روز استفاده میشه و بعد از اون 2 بار در هفته کاهش پیدا میکنه و بعد از مدتی به دستور پزشک کاملا قطع میشه. روش سوم استفاده از کرم استروژن واژیناله. این کرم ها حاوی استروژن هستن و داخل واژن قرار میگیرن و معمولا هم 2 الی 3 بار در هفته استفاده میشه. این کرم ها هم حتما باید به دستور پزشک انجام بشه که مشخص کنه چه مدت و چه مقدار استفاده کنید. استفاده از این کرم ها برای این افراد ممنوعه. کسایی که باردار و شیرده هستن، کسایی که مبتلا به سرطان هستن و کسایی که خونریزی واژینال دارن که اول باید علت خونریزیشون مشخص بشه و بعد از این کرم ها بخوان استفاده کنن. چهارمین روش درمان خشکی واژن کربوکسی تراپی هستش که در این روش با استفاده از گاز دی اکسید کربن خشکی واژن رو درمان میکنن. اوزون تراپی و لیزر درمانی هم از روش‌های درمان خشکی واژنه که لیزر درمانی یک روش کم تهاجم با عوارض نسبتاً کم هستش. و روش آخر درمان خشکی واژن هم تماس جنسی هستش که با مبتلا شدن به خشکی واژن تماس جنسی معمولا دردناکه. این رابطه اگر به صورت مستمر و منظم تکرار بشه در درمان خشکی واژن مؤثر هستش، چون رابطه جنسی منظم به سلامت و افزایش خاصیت ارتجاعی بودن واژن کمک میکنه و از پیری مخاط واژن هم جلوگیری میکنه. یکی از دلایل خشکی واژن در زمان بارداری تغییر سطح استروژن و پروسترون هستش که با کم شدن استروژن باعث خشکی واژن میشه. تغییر میل جنسی در زمان بارداری هم یکی دیگه از دلایل خشکی واژنه. کاهش آب بدن هم یکی دیگه از دلایل خشکی واژن در دوران بارداری هستش که با مصرف مایعات کافی در زمان بارداری میتونیم بیماری رو درمان کنیم. در زمان بارداری عفونت واژینال و مثانه بیشتر میشه، همین هم میتونه باعث خشکی واژن بشه و بعد از بارداری این موارد برطرف میشه. با رعایت کردن یک سری از نکات بهداشتی میتونیم از خشکی واژن جلوگیری کنیم. لباس زیر تنگ نپوشین و سعی کنین لباس زیرتون نخی باشه تا هوا به خوبی در جریان باشه و هوای کافی به ناحیه تناسلیتون برسه. لباس‌های زیری که مصنوعی و چسبناک هستن باعث تحریک واژن میشه و مانع جریان هوا میشن. موقع دوش گرفتن از آب داغ استفاده نکنید. از شامپوهای معطر، لوسیون‌های معطر، روغن‌های معطر هم استفاده نکنید. داخل وان نمک هم نشینید. از اسپری های زنانه که خیلی هم مد شده استفاده نکنید.
قبل از رابطه جنسی از روانکننده هایی که بر پایه آب هستن استفاده کنید. به نظرتون چرا قبل از رابطه جنسی باید نوازش کردن استفاده کرد؟ از دوش واژینال، کرم ها و لوسیون های داخل واژن استفاده نکنید چون باعث عفونت و خشکی واژن میشه. خوراکی های فوتواستروژن دار مصرف کنید. اینا ترکیباتی هستن که از نظر عملکردی مانند استروژن ها هستن. مواد خوراکی مانند زردآلو، خرما، خرمالو دارای مواد فوتواستروژن دار هستند و به بهبود و خشکی واژن کمک میکنند.